با سلام و درود. امشب می‌خوایم درباره این صحبت کنیم که آدم تا کی باید مقاومت کنه و کی کم بیاره. باید داستان السید رو براتون بگم، ولی چون اون مقاومتش کران بالا یا سوپریموم نداره، یعنی انقدر مقاومت کرد تا دیگه مرد تموم شد، میریم سراغ داستان آقای گالیله گالیلی. گالیله در شهر پیزای ایتالیا به دنیا اومد. پدرش وینچنزو یک موسیقیدان خیلی معروف بود که ما نمیدونیم به چی معروف بوده. احتمال میدن از این موسیقیدان هایی بوده که میرفته در ارکسترهای مجلسی شرکت میکرده و پایان تابستان هر سال یه دونه CD یا آلبوم میداده به اسم شاد جدید. ترجیبند تمام ترانه هاش همین بوده: لاوچ اریوا تکوئلی چسونو این فوندو سسی پرک سیت ترانکوئلی، یعنی صدا به عقب میرسه، اگر میرسه پس چه نشسته اید. حالا چون ما این شعر رو از زبان ایتالیایی به فارسی برگردوندیم، در ترجمان فارسی وزن و قافیه اینا یه مقداری به هم ریخته که حالا خیلی محلی از اعراب نداره، شما حرفو بچسبید. این دغدغه ایشون که هی میپرسیده نشون میداده آکوستیک سالن خیلی واسهشون مهمه. واسه همین گالیله رو میفرستن دانشگاه پیزا که پایان نامه‌ای در رابطه با رساندن صدا به عقب سالن با استفاده از تجربیات رنز و پیانو ارائه کنه. گالیله اما با ورود به دانشگاه به ستاره ها علاقه‌مند میشه و چون دانشگاهشون هم اون دانشگاه پیزا امکانات آزمایشگاهی نداشته، به این پیشنهاد میدن، میگن برو بالای برج پیزا اونجا آزمایش کن، که اجازه رو باید شهردار همون شهر پیزا میداده. میره پیش شهردار میگه ما میخوایم بریم تحقیق کنیم. میگه که چرا میخوای بری بالای برج؟ بالای برج مگه حقوق میدن؟ و بعد از این شوخی مدیریتی آقای شهردار نامه اینو پاراف میکنن، میره بالای برج پیزا که شروع کنه تحقیقات ستاره شناسیش رو. حالا برج پیزا دو تا ویژگی اساسی داشته. اول اینکه اگه شما نگاه کنید کج هست و این اصطلاح ایتالیک هم از اینجا اومده که این برج پیزا به صورت کج در کشور ایتالیا بنا شده و هر چیز کجی رو بهش میگن ایتالیک. از سوی دیگر در شعاع 200 متری این برج هیچ منزل مسکونی نبوده که اگر احیانا این سر تلسکوپ به سمتی چرخید حالا شاهد اتفاقات ناگوار بعدی نباشیم. بالاخره گالیله بعد از تحقیقات بسیار فهمید که کوپرنیک راست میگفته، یعنی زمین مرکز دنیا نیست بلکه به دور خورشید میچرخه. از این کشف علمی بسیار خوشحال، با نامزدش خانم گامبا، به جان خدا بگه دروغ بگم اسم خانومش گامبا بوده، میگه خب بریم بیرون. و این یه جشن کوچیکی می‌خواستن بگیرن دیگه. اون موقع هم نمیدونم دوره کیک شکلاتی و چیز کیک و اینا نبوده. این زوج جوان در نهایت سادگی با اتوبوس با کمترین خرج رفتن یه زیرپله‌ای که دونات بخورن، گرم صحبت خیلی عاشقانه بدون اینکه خرج زیادی بکنن. همچنین نشسته بودن و گرم صحبت این خانم مارینا گامبا گفتش که گالیله برام یه شعر عاشقانه بخون. اینم سرشار از این کشف علمی گفتش که مارینا من فهمیدم که علت استقرار ما رو زمین هست جاذبه و خورشیده که زمین به دورش میچرخه جالبه. تا این حرفو زد یه دستی از پشت دست گالیله رو گرفت. گالیله برگشت گفت این دست را نگیر. گفت نه دیگه، شما گفتی زمین میچرخه، این اشتباهه. گفت شما، گفت ما از مرکز فیزیولوژی کلیسای کاتولیک هستیم. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی مرکز پایش ایدئولوژی فیزیکدانان. گفتن شما باید بیای اون مرکز برای پاره‌ای توضیحات. خلاصه اینو بردن واسه پاره‌ای توضیحات که اون موقع بهش میگفتن تفتیش عقاید و حالا من توضیح نمیدم دیگه چه خبر بود. الان یه جامپ خیلی طولانی میزنیم واسه روز دادگاه. توی دادگاه این گالیله رو آوردن، خانومش نشناخت انقدر که بدبخت رو تفتیش کرده بودن. اینو آوردن و دادگاه شروع شد. یه عالمه کتاب نمیدونم فلسفه و حکمت و هیئت و نمیدونم استرلاب و اینا اونجا بود. یه دونه علوم پنجم دبستان نبود که گالیله بدبخت از روی اون ثابت کنه بابا زمین میچرخه خورشید ثابته. حالا واسه این چه اهمیتی داشته که نمیدونم خورشید حالا بگرده زمین ثابت باشه؟ اون موقع اهمیتشو من نمیدونم، ولی خب کل دوستانی که اون دادگاه رو تشکیل داده بودن اعتقاد داشتن به هیئت بطلمیوسی و از زمان بطلمیوس تا اون موقع هم آپدیت مجانی گیر نیورده بودن که بخوان حالا این ایده هاشونو جدید بکنن. توی اون هیئت بطلمیوسی که بطلمیوس از جهان رسم کرده زمین رو گذاشته وسط و همه چیز دور زمین میچرخه، که بعدن ارسطو هم همون هیئت رو تصویب کرد و گفت همینه، درستش همینه. و الان به حق آقای گالیله توی دادگاه میخواست بگه که صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پرکشیدن، پرستو شدن. برای همین دادگاه تصمیم گرفت که پرا و دوم این پرستو رو بکنه که دیگه جلوی قاضی ملق بازی در نیاره. بالاخره بعد از چندین جلسه دادگاه که بین مردم ایتالیا به سریال گالیله معروف شده بود، این گفتش که بابا شما درست میگین، دست از سر ما بردارین و نمیدونم این زمین ثابت حالا همه دورش میگردن. یه دونه توبه نامه امضا کرد که متنش اینجا آوردم: در 70مین سال زندگی در مقابل شما به زانو در آمدم و ادعای واهی حرکت زمین را انکار می کنم و آن را منفور و مطرود می نمایم
که کل این اعترافات هم حالا در 2 کلمه خلاصه میشد. حالا اونجا دیگه توی تاریخ نقل نکردم، ولی کل این 2 کلمه. حالا همینطور که گالیله داشت این نامه رو با دستش امضا میکرد، حالا شاید هم راست دست بوده، داشت امضا میکرد، بعضی از اعضا و جوارحش هنوز نمیخواستن اعتراف کنن. از جمله گفته شده که با پاش روی زمین همچنان داشت مینوشت که زمین دور خورشید میگرده. همونطور که دیدین و بعدها برشت هم از سرنوشت گالیله نوشت. بعضی وقتا خوبه که آدم به خاطر یک مسائل پیش پا افتاده‌ای مثل این که حالا زمین ثابته یا خورشید ثابته خیلی خودشو اذیت نکنه. حالا در شب‌های آینده من به بقیه تکنیک‌های موفقیت هم اشاره می‌کنم.